سال نو رو بهتون تبریک میگم. سال خیلی خوبی داشته باشین و انجمن بانوان ما مثل همیشه به حمایت تک تک شما عزیزان نیاز داره. باید همیشه بانوان رو حمایت کنیم و امسال هم ما دوباره میخوایم که با کمک شما مراسماتی رو بگیریم و برای خانم‌ها کارهای متفاوتی رو انجام بدیم. آقایون همیشه باید پشت خانم‌ها باشن که بتونن که خانم‌ها رو حمایت کنن. از اینجا بازم بهتون خوش آمد میگم و سال فوق‌العاده خوبی رو داشته باشید. سلام دوستان، یک بار دیگه آمدن بهار و نوروز را از صمیم قلب به همه شما عزیزان تبریک میگم. یک بار دیگه امید میکنیم که ما در جمع اون 40 میلیون انسان زندانی در داخل افغانستان بهار را، نوروز را تجلیل میکنیم. شرایط افغانستان همه ما میدانیم که امروز زنان افغانستان اجازه نداره در سرک ها برود، زنان افغانستان اجازه نداره در باغ ها برود، زنان افغانستان اجازه نداره تنفس بکنن، زنان افغانستان اجازه نداره و بازم بگویم اجازه نداره به هیچ چیز اجازه نداره. و فرهنگ سوزان مزدور میخواهد که فرهنگ اصیل افغانستان، گوشه های بسیار لذت بخش، گوشه های بسیار فرهنگ بخش او را نابود بسازد. ما امروز همه در جمع هم دیگر احساس کردیم، دیدیم که چقدر ما از آمدن بهار لذت بردیم و لحظات خوش کنار هم دیگر گذاشتیم و ما آرزو عزیز داریم که از این شبها و از این محافلات زیادتر و زیادتر شود. اگر یک بار دیگه اعتراف کنیم که واقعا این برنامه امشب مدیون زنان است. اکثریت 90% یا 95% کسانی که این برنامه را سازماندهی کردن و کار کردن، زحمت کشیدن، از دور به این طرف خانم‌ها بودند و یک کف بسیار بزرگ به خاطر انجام و ما نباید انتظار تقاضای توقع از کسای دیگر داشته باشیم که بیاین خانم‌ها رو همراهی کنن. این کار خودتان است. اوایل افتخار کنیم که خانم‌ها پیش قدم شده و کار میکنن. به این خاطر یک بار دیگه از شما از اینجا بازم ما توقع دارم به خاطر حفظ نگاهداشت فرهنگ اصیل افغانستان، فرهنگ که ما در اون لذت و صمیمیت و همدردی و همنوایی یافتیم او را نگاه کنیم. نگاه را چه قسم میکنیم؟ یعنی قسم باید صدای ما همیشه بلند باشه. و تشکری بسیار بزرگ از تمام هنرمندایی که امشب به این شرکت کردن و بدون از اینا ما این شب پرخاطره را نمیتونستیم داشته باشیم. بازم یک کف بسیار بزرگ به خاطر هنرمندان عزیزی که به اینجا آمدن شرکت کردن. بسیار تشکر. شب ادامه دارد و شب خوب و خوش به همه. یه نکته اضافه کنم که بدون وجود آقایون که پشتیبان ما همیشه بودن امکان پذیر نبود. بازم ممنون از حمایتتون. سال نو با ساز و سرود و عشق و هنر شروع میکنیم و امیدوارم که سال نو پر از زیبایی و آزادی در افغانستان و تمام جهان باشه. دوستان شما چند تا از هنرمندان روی استیج میبینید که من قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم میخوایم در مورد این هنرمندای ما و همچنین در مورد یک پروسه است به نام صدای ما
با شروع سال نو صدای ما شروع شده. صدای ما یک برنامه آموزشی هست که هنرمندا یا هنرجویان اشتراک میکنن. در واقع بعد از 6 ماه آموزش فشرده، آموزش آوازخوانی، برای از اونا آهنگ ساخته میشه و به عنوان هنرمند در جامعه معرفی میشن. و خوشبختانه ما در همین شروع 6-7 تا هنرمند و هنرجو در برنامه صدای ما داریم که امروز 3 تن از این هنرمندای ما در برلین تانستن حاضر بشن. به افتخار خانم فریده افتخاری که از منشن تشریف آوردن. نوید عزیز به افتخارش از برلینه. وحید عزیز، و ایشون هم که دختر قشنگ خودم هست، افتخار داره که با ما همراهی بکنن. با یک آهنگ هم‌ظاهر شروع میکنیم. بعد از او برای ما شما فریده آهنگ اجرا میکنه، نوید و وحید با هم اجرا میکنه و بعد از او من 1-4 آهنگ برای شما اجرا میکنم. امیدوارم که خوشتان بیاد. بیایه بیایه که گلزار رسیده است، بیایه بیایه که دلدار رسیده است، بیایه 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 که گلزار دمیده است، بیایه چو آوازه در افتاد که دیوانه دیگر بود ز زنجیر رمید. بیایه 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 که گلزار دمیده است، بیایه 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 که دلدار رسیده. بران زشت بخندید که او ناز نماید، بران یار بگیرید که او باز بریده. بیایه 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 که گلزار کمیده است، بیایه 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 بیایه. که دلدار رسیده. حالا آقا با هم بیایه. بیایه بیایه که گلزار دمیده است، بیایه بیایه که دلدار رسیده است. آماده؟ 1 2 3 4 بیایه بیایه که گلزار دمیده است، بیایه بیایه که دلدار رسیده است. آماده؟ عاشق شو به دلیل، به حد و خط و مت، بشکن سکوت را از مرزها نترس. در عشق مرز نیست، در عشق رنگ نیست، در دنیای من جنگ و تفنگ نیست. با هم من با تو هم بیا با من دنیای دیگری، با من رقم بزن، با من بیرون بزن تا زندگی کنه. شب بین کوچه ها خوانندگی
قربان شما. ما واقعا حدس میذارم اینقدر پرشور اشتراک بکنیم به خاطر از که از ما و شما حق شادی رو گرفتن، حق زندگی رو گرفتن. یک عالم دعوا و جنجال سر این که نوروزش را باید تجلیل بکنیم. امروز به کوری چشم دشمنان فرهنگ و هنر با هم نوروز را تجلیل کردیم و تجلیل میکنیم. آهنگ بلچاو کی میشناسه؟ بلچاو پارتی چقدر اوه بس قسمت بلچاو با هم بخوانیم. آماده؟ شب آخری شام من و توست. او بلا چاو بلا چاو بلا شاید از فردا از ما بماند تنها فقط یادهای ما. زندانو با تو مطیرت پاسخ فریادهای ما. امشب بستر شد صبح دیگر شد با هم بلا نبینه یک صبح دیگر، یک صبح و یک مرگ دیگر در خیابان ها با فراخون. آمده بلچاو او بلا ترس نداره کم نمیاره هستیم تا جان در تن دارم یک بار دیگر میگذارم از سر در یک جنگ نابرابر. یارو همراه با هم او بلا چاو پیروزی با ماست، آزادی اینجاست در مشت و در فریاد ما. فقط عدالت نه به جهالت نه به زور و نه به قدرت. یک دو سه چهار بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 دست نداره کم نمیاره هست تو جان در تن داره.
قصه دوری بگو از تنهایی پا غربت گلهای سوری بگو از مادر پیرم پدر افتاده بر تخت بگو حالشون چطور است حال خواهر دم بر نگو تنهای مال ما خراب است نگو این قصه رفتن و نرفتن ها عذاب است بگو برگرد بیا چند تمام است بگو پرنده صلح روی بام است بگو برگرد بیا چند تمام است بگو پرنده صلح روی بام است من چند بار میبینم دارن عشق میریزن به امید روزی که دیگه مهاجرت با آوارگی نباشه نگو از مرگ پرنده نگو از روح‌های زنده نگو زندگی چطوره بین گرگای درنده بگو چیزی کم نداری بگو درد و غم نداری بگو که گرسنه نیستی و غم شکم نداری تو بگویی یا نگویی من که میدانم عزیزم عشق من مواظبت باش قلبم که عشق نریزم تو بگویی یا نگویی من که میدانم عزیزم عشق من مواظبت باش دوستو نگو تنهایی و تنهایی هم حال با خرابست با هم میکنیم آماده؟ نگو تنهایی نگو این قصه رفتن و نرفتن ها عذاب است بگو برگرد بیا جنگ تمام است بگو آن پرنده صلح روی باغ است همه با هم دوباره نگو تنهایی نگو تنهایی حال ما خراب است نگو این قصه رفتن و نرفتن ها عذاب است بگو برگرد بیا جنگ تمام است بگو آن پرنده صلح روی بام است روی بام است دوستان در سرزمینه که زندگی زنان ممنوعه درس ممنوعه عشق ممنوعه کار زن ممنوعه آوازخوانی زن که بماند فریده افتخاری حاضر شده و شروع کرده با آوازخوانی و برای خواندن افتخارش من میخوایم از فریده یک سوال بکنه فریده جان چی شد که میخوایی بخوانی اصلا این شوق آهنگخوانی از کجا آمد؟ سلام فریده هستم از اینکه در کنار شما هستم خیلی خوشحالم از اینکه امروز اینجا اومدید تشریف آوردید
باعث خوشحالی و خرسندی ماست و اینکه بله من از بچگی علاقه به خوانندگی داشتم و خدا رو شکر الان بهش رسیدم، یعنی فکر میکنم به اون جایگاهی که میخواستم رسیدم، البته با کمک شما. آقا فریده را اگر دیگه پلی کن به خاطر از اینکه گفتم ما ویژگی خاصی داره از زنها و صدای زنها برای ما، به خاطر از اینکه صدای زنها ساکت ممنوعه. فریده یک بار دیگه هم آهنگ برای شما میخوام لطفاً این بار همراهی بکنین مایک بگیر. دلم با یاد تو باز پر پر و بالت زدم، گیتارک خیالم افتاده جایت زدم، آمدی ناگهانی که از تو پاخته شد دلم، نگو که زود میروی زود پارچه شد دلم، دیدی گیتارم بیا بنشین دم روبرو، سرودی تر بخوانم خوشت نیامد برو، سرودی گیتار من قصه عشق است و تو، نغمه احساس من کند دل از زیر و رو، نغمه احساس من کند دل از زیر و رو. بمان 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 هی نرو نرو نرو، بمان 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 هی نرو نرو نرو، بمان 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 هی نرو نرو نرو، بمان 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 نه نرو نرو نرو. لحظه‌ای ساده شو دلبر خوب و خوش رو، سرودی تر میخوانم خوشت نیامد برو، اندکی دیگر بمان دلبر گوریزانم، نسازمت عاشقم نامم رو بگردانم، نسازمت عاشقم نامم رو بگردانم، نسازمت عاشقم نامم رو میگردانم. فریده عزیز یک جان تشکر، به افتخارش یک دست دیگه بزنیم. خب دو تا جوان خوشتیبه که پیشتر داشتن با می خواندن دیدین نه؟ وحید و نوید قرار اجرا بکنن از بچه‌های یا هنرجوهای پروسه صدای ما هست، به افتخار وحید و نوید که آهنگ خودشان رو برای شما بخونن. قرار آهنگ رو بخونن که برای اولین بار شما میشنوید که آهنگ خودشان هست، برای زنا ساخته شده.
بگو گرسنگان را از فنون نترسان، بنیاد این نظام را در خیابان بسوزان. من و تو هم صدا با صدای بی صدایان آمدیم در خیابان، دروازه های زندان. Internazionale solidarietà, internazionale solidarietà, internazionale solidarietà, internazionale solidarietà, internazionale solidarietà. زندان. تشکر. آهنگ بعدی هم به نام بی‌دلیل از ثانیه 30 شروع میشه. قربونت برم. بریم. سرد و سکوت و سخت اینجا رسیدنی، از زندگی خود چیزی ندیدنی، از حرف مردم و از رد ایران سبزیم خوردار. این راه چاره نیست، فکر دوباره کن، پنجاره بشکن و افشار پاره کن. کسا که بلدن بخونن رو من با تو هم بیا، دنیای دیگری با من رقم بزن، با من بیرون بزن تا زندگی کنه، شب بین کوچه و خوانندگی دیوانه باشیم و دیوانگی کنه. بزی رفتیم دوباره چی جایی بود جاتون خاله سوای بود تو کوچه ها خیابوناش حدری کنه حمامی بود آب خلیج آب وطن دریا شجب دریایی بود. بیا با هم بریم سفر دوبای دوبای منو با خودت ببر دوبای دوبای. بیا با هم بریم سفر دوبای دوبای منو با خودت ببر دوبای دوبای. همه دست
واسه عاشق شدن سایره جمعیار پاتقی عاشقون یاد من میاره خاطرات کابل خاطرات کابل بیا با هم بریم سفر دبی دبی منو با خودت ببر دبی دبی بیا با هم بریم سفر دبی دبی منو با خودت ببر دبی دبی
بوسه گرمی یادگاری بگیرم همه یه دونه از کارهای محسن یگانه رو براتون میخونیم و دوست دارم که همتون همراهی کنیم. بیاین با بهت قول میدم بلدی؟ شوره ها از خاطر میره بهت قول میدم سخت نیست لاغر برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من بهت قول میدم سخت نیست لاغر برای تو باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من میشناختم از من گرفتی تو رابطه احساسم از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره ماهی وجود داره خودت آماده رفتنی و تصمیم نمیذاره اصلا نترس راحت برو بی من هیچکی به جز تو منو یادش نیست فکر کی از من خبر داره راحت برو هیچکی عوضش نیست قول میدم سخت نیست لاغر برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من فکر میکنی اگه از پیش من بری دنیا قشنگ‌تره واسم مهم نیست که
شدی مهمون شدی لیلی قصه منم عاشق مجنون گلدون خیالم شدی تکل احساس منم برگ خزون بود یه عمری تو رو میخواد چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم منو وسوسه کردی با چشمای خماره میخواستی تو بمونم همیشه در کناره ناشیونه ساختم با سکوت ابرا با هم مشاهده کردی دلو زدی به دریا چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم یواشکی رو لبهات بوسه میکارم منم لورم ساده قلب خوب جوب بوده زگر تا بدون پولم رو روالم عاشق دختره با خونه بادم که چین کنیم توی خونه با هم خاکی ولی تو رفاهم آره جنگم بشه پیت بادم بیفی ندارم من جوجه بازم به چپ تنه چیپ تا خونه آخر بدن رو ببین تو یکی زدیم که بریم تو شتم و بریز خود دنیا تو روزه بشین خود اما که این تو جالب بدن رو ببین تو چتین قول سبکی میزنم بدم بهت حال وحشی ترم یکم امسال احترام قر بدم وقتی 6 و 8 میزنه تراویس اسکات